براتون ویدئوی کتابخوانی بذارم، ولی به دلایلی نشده. چند روزه کسالت دارم، مریضم، بعد یه خورده روی درست حسابی ندارم. امشبم دیگه گفتم برای که چنل نخواب و خیلی وقت ویدیو نذاشتم بیام یه سری خریدایی که سفارش داده بودم و بهتون نشون بدم. امروز دستم رسیده. یه سری لوازم درگیرم برای بچه ها خریدم. فکر بیشتر از بچه ها خودم ذوق زده شدم. من خیلی لوازم درگیر دوست دارم، مخصوصا لوازم درگیری کوکولی و خوشگل و کیوت. با من همراه باشید تا بریم تک تکشون رو نگاه بکنیم و لذت ببریم. بچه ها یه سری لوازم آرایشی هم خریدم جدید. بین اول اینا رو بهتون نشون بدم چه داره. یه ژل ابرو سفارش دادم از برند مارلی. من چون یه مقدار ابروام زبره، قبلا هم یه بار گرفتم ژل ابرو تست کردم ولی زیاد به ابروام نمیخورد، یه جوری بود. سر همین رفتم اینو گرفتم. خود بوش جالب نیست، از این نام داشت، اسمشو یادم نبود. کی؟ اسمش یادم نبود. خلاصه این پیکلی هم توش بود. بیان یه بار تستش بکنم ببینم چی جوری. اول ابرو رو بده پایین، بعد بده بالایی. حس میکنم یه خورده بهتر شد. خط بعدی خط چشم ژله‌ای بود. خیلی توی فیلم های آرایشی میدیدم که از قلم استفاده میکنن. همش دنبال بودم که بخرم از این خط چشمای قلمویی. بالاخره تونستم گیرش بیارم. بعد این دو قلویه، یک مشکی داره توش، یه دونه هم قهوه‌ای داره توش. اسم برندشم پیچه. اسم برندش پیچه. دوتا قلموی کوچولو هم داره. بچه این رنگ قهوه‌ایشه، اینم رنگ مشکیشه. خیلی خوبه پیگمنتش. یه خورده امروز تستش کردم، البته الان نه، ولی خیلی خوب بود و خیلی راضی بودم ازش. مارکشم پیچه. خیلی خوشبوه بچه ها، بوی عروسک میده. عروسک های قدیمی، اون این سری عروسک ها بودن که مامان بزرگا می آوردن برامون، خیلی خوشبو بود. یا تو عروسک فروشی ها یه سری عروسک هایی که شکمشون فشار میدادی آهنگ میزد، بوی اونا رو میده. خیلی خوشبو. بچه ها دوتا روژگونه خریدم، مارک مهرونا. یکی قهوه‌ایه، یکی هم صورتی. خیلی خوشگله. الان زدمش، خیلی ملایمه. اصلا رنگ پررنگی
الان چون نیاوردم اینجا حوصلم نمیشه برم بیارم و خواستم تستش بهتون نشون بدم. شما دیگه بزرگواری خودتون ببخشید. اینم خرید بعدی. دستمال مردم گرفتم. البته اینو گرفتم برای ویدیو، حالا توی ویدیو هم استفاده بکنم ازش. خیلی کوکولی و صورتی و خوشگله. خودکار خرگوشی. شاید یه عده بگین خجالت نمیکشه این دختره با 34 سال سنش رفته و از اینو برای خودش خریده. برای ویدیو خریدم. البته گفتم که من سنی ندارم و پیر نیستم، هیچ چیزی هم برام دیر نیست. من از بچگی عاشق لوازم دریدایی گوگولی مگولی بودم. البته بچه ها این دستم رسید، نگاهش کنین. این با یه مایه این دومی بود، ببینین که این بیگلی های توش چیز بشه، تکون بخوره، ولی خرابه. جذب زخم نگاه کنید، ببین دور خدا چقدر گوگولیه. آدم دلش میاد اینو دیگه بزنه به دستاش به جایی که زخم شده. البته بچه این برای بچه‌م خریدم که خدای نکرده اتفاقی براش پیش اومد، چون یه مقدار از جذب زخم و خون میترسه، برای همین یه چیزای بامزه براش میگیرم. خدای نکرده اگه زخمی شد نترسه حداقل از جذب زخم. ولی اینو برای خودم گرفتم برای ویدیو. پاپکورن خریدم، پاپکورن شکلاتی خریدم. دفترچه‌شو پیدا نکردم، خیلی دنبال دفترچه شکلاتی بودم ولی دفترچه‌شو پیدا نکردم. البته از توی دیجیکالا پیداش کردم ولی اینجایی که رفتم خرید میکردم داره، ولی فقط پاپکورنشو داشت. حالا اگه نتونستم گیر بیارم از همون دیجیکالا میخرمش. بچه شیطونه شیطونه خریدم بر بچه ها، خیلی گوگلی. بچه اینم دوتا پاپکورن کیوته، یه دونهش اینجوری کاکتوسیه، یه دونم اینجوری آبویه، بالش هم آبو داره. چون برای مدرسه‌اش خریدم، دلم نمیاد بازشون کنم، بهتون خوب نشونش بدم. خیلی سوخه اینو دارم وسیله‌اشو خودش باز بکنه، پس میذارمش برای میل. اینم از این پاپکورن ادایی هست، اینجوری کاتری باز میشه.
خوشم اومد از این دوتا رنگ. شما آدمای مهم زندگی منید، پس با هایلایتتون میکنم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا یادم نرفته اینم بهتون بگم که برای ویدیوی بعدی قراره کتاب خونی داشته باشیم. بهم بگید که دوست دارید براتون رمان بخونم یا مانگا بخونم. اینو حتما بهم توی کامنت ها بگید. ویدیوی زمزمه نامفهومم حتما دارم براتون. یادم نرفته درخواست‌های قشنگتون رو همشون میخونم و لایک میکنم. اگه منو تا اینجا تماشا کردید حتما لایک یادتون نره، ساب یادتون نره. بچه‌هایی که میان بر من کامنت های خوشگل میذارید ولی لایک نمی کنید، خواهش میکنم. اون لایکتون باعث میشه ویدیوهای من ساجست بشه برای دیگران و تعداد بیشتری به خانواده‌مون اضافه بشن. ویدیو رو هم دیگه تموم بکنم تا بیشتر از این ذوب نشدم. میبینید که دارم ذوب میشم دیگه. برام هم دعا بکنید. این تایم خیلی مریض بودم، از لحاظ بدنی و روحی و جسمی مقدار خیلی ضعیف شدم. خیلی دوستتون دارم. جاتون این